دستگیری کنن. این بچه میره یک خونه چه بسازیم که مثال کودکو جمعه بیارن. ای بچه ها، ای اکای رحیم، ای بیگی جان، شرف‌الدین جان، همچون مادر، همچون یک زن توجی دом горит, пожарная. برادر عزیز، امیدوارم که خوب هستین، ساق سلامت هستیم. برادر عزیز، چه خیلی که دیدین در خانه مادر قرار داریم و این برادرمون چه خیلی که برادر عزیز یک نیش خانه توفته است. خانه سوخته، همه پجر، لاق پر، همه خلدنیک، تمام چیزش یعنی که برادر عزیز سوخته است به خاک یکسان. برادر عزیز، برادرای مهاجر، برادرای تجارتمند، برادرای غمخور، برادرای خیر میکاگی، خواهش از شما میکنم برادر عزیز چه خیلی دیدین عین حال در طرف دمدت قرار داریم. انشالله مادرم گپ میزنه، این برادرم گپ میزنه. انا خونه سوختگی همه برادرها چه خیلی که کلادوفکا را نگاه دارین، در می کلادوفکا خوان همیشه اومدند. مادر الحمدلله که در یک جوشون که بودیم، در همونجا خوب بودن. گلککای مایده داره، یکمون انا دو فرزند داره. حالت در حالت قرار دارن که برادر عزیز نمیشود، ولی با تمپراتورشون که اگه ایسادیک نموندنشون. یعنی که برادرای محترم، خواهش از شما میکنم برادرای تجارتمند، برادرایی که بیزنس های خوب دارین، الله برکتم تا خداوند در عمر جانتون برکت بده. مادر که چه خیلی که دیدین در اینجا اینو از خوشحالیشون باور کنین، در اینجا چخ نمیستن. خاص ما که سبب میشیم در همینجا الله برکتم تا دستگیری میکنین. ان شاء الله که ما در حقتون دعاگوییم. اکای رحیم جان شعر نره که خیلی اشید غمت ندادیم، خیلی انا باور که غمت ندادیم، باور که ایزا انی میکشیم. راستی گپ نو وقتی که میای در اینجا حالت همه بینین برادرای عزیز دیگر نمیتونیم یک طرف ایستاده. الله شاهده، ما ای تک میدونم که اکای رحیم جان یک خدمتایی میکنه حاجی الله مهربان برکتش بده. انا او برادرمون حاجی شرف، برادر دیگه مون حاجی بیگ جان الله مهربان برکتشون بده. ما نمیگیم که یعنی که خونه بخرن یگان چیز کنن، کمی هم باشه سهم خطا نبگذارین، دستگیری کنین، ان شاء الله که اجر ثوابش میگیرین. باور کنین اکو ما نمیخواستم نام بگیرم، حالت مادر به حد نگاه کردم، در حالت وزنین قرار داره. با همو خاطر خیلی شد یک کوران غمم نداده بودیم. با همو خاطر ما میدونیم که این اکوها ای تک نگفته ای ما سهم خچون همه وقت میگذرونن، دستگیری میکنن. ما میشنویم، میبینیم برادرای عزیز، ما هم میشنویم هم میبینیم. نخواستیم با یک کمی هم باشه غمشون بتیم از طرف ما که عذر زیاد یک سهم خطونه بگذاریم به حد خوب میشوه. مادر یکم سخن گفتنی داری گپ زن. انا برادرای مهاجر، انا اکوایی که نامگیرشون کردم الحمدلله که انشالله همین ویدیو که رسید یقین بدون که انشالله که کارت بود است. انشالله با امر خدا. اونا یک مرد بچه های هستن که برای ملت، برای دولت جانشون دریغ نمیدارن، میتن. برای هم خدر انشالله که چیز سخن داره از من تحت دلت گفت. السلام علیکم بچه های مهاجر. خیر ما هم یک مهاجر دیگه ایم، در همین شهر دمدت قرار داریم.
همی یک سحر خستیم خانه هامون سوخته است. ما همه کردیم که همه کودکای بچه ما گرفتیم و برآمدیم. ما را دیگه هیچی ما نمونده است. حاضر در یک انجام خانه زندگی داریم. تریزهامون کلیانکا کشیدیم شیشتگی در خانگی کسل شدن نوسام. بچه ها ما 800 برو بردن امروز تاو دارن. ای شما یک دستگیری داریم که التماس میکنیم یک دستگیری کنیم. ما هم در نمازمون دعا میکنیم. شما در حق شما دعا میکنین دستگیری کنین. همین بچه میره زیرینش پست است. همه قصال 10-12 سال زد کار کرد. همه قچه ساخته بود اکنون سوخت است. همه چیز ما سوخت است. ما هیچی نداریم حاضر. همین پشاکای تنمون قطعی برآمدیم ای خونه. اگر یک دستگیری کنین رحمت بسیار دعا میکنین. دعاگوین در بالای جای نمازم در نمازها هم به نمازم هم دعامون هست. انشاءالله به امر خدا ما هم بچه ما هم مردک است. انشاءالله به امر خدا دستگیری میکنه آدم ده. خیلی ما در مهاجرتیم. امروز باشد همه یعنی بچه های مهاجر التماس میکنیم که یک دستگیری کنن. همین بچه میره یک خانه چه بسازیم که مثال کودکاش ای بیرون درون کنیم. انشالله میکنن انشالله. ای بچه ها ای اکای رحیم ای بیگی جان شرف‌الدین جان التماس میکنیم که اگر ما هم تاجیکیم یک دستگیری ممکنن یک التماس میکنیم همچون مادر همچون یک زن تاجیکی ما هم در همینجا مهاجر بودیم. چی علاج ما هم بچه ما 3 سال 4 سال زدم یک خانه چه کرد خستیم که سوخت است. در گرفت هم قکدیم گذکام نگرفتیم برآمدیم تمام. مادر چند ساله هستی؟ 65 ساله. برادر عزیز انشالله که انا مادر در حقتون دعا میکنه. خیلی چی علاجش برادر عزیز که حالت امی خیلی که دیده استند ما هم امی را دیده استند. این امی این کلیشه کش در همینجا اینجا را کلیوکا کشیدن. اونا هم پروست همون در بلاش همین خیلی موندگی هم. اما پروست در بلاش همین تا موندگی هم. خوش هم در گرفته؟ هزارو کشتن هون کردن شفرا را هون کردن بوزدیم خودم. این مادر امشب در یک جا جوشون کرده بودیم الحمدلله خیلی بدن در همونجا ایستادگی بدن. سیراونا برادر عزیز گلککوی میده دارد. انا همه طرفه ده مقصد ما یگان راه دیگه نداریم. همه چیز چارمون سوخت است. ما دیگه در ویسادمون هیچ چیز نداریم که مثال نه اوس بریم نه ایس بیستیم. ما دیگه نمی گویا که در کوچه ایم. اگر بچه ها یک دستگیری کنن هزار رحمت انشالله. یگان گپ گفتنی داری اکا؟ خیلی میبینی برادر نمی حالت داریم قطعی ده گلک بگیم که در حالت وزمین قرار داریم بوی مادرمون سوا میجا. راستی گپ خیلی محنت کردیم چند قریتون نیستم. سلامتیم مثال زرینیم پسته با همون ترم همین قدر کردم یکی سویت زمیکنی دود یلی خدمونو برآوردیم. سهر ساعت 7 خونه خنک اباگریواتیلو را زدن کم تا بلند کردن چخیلی که باز یمینو داشتم میزنه زمیکنی میتا اسپید نمیکنیم уже دود برو میسه هن میبینیم در گرفتیسه همه کسا اسپید کردیم که برآوردیم بردیم اوسوس همین پژارنیکو را زنگ زدیم اومدن سپاسات بگیم خدمونا یلی که همه خالدیلنیکو سوخت اینجا چی چیزی بود چی پروداکت و چی چیزی ذخیره بود همه سوخت. لباسوی نمیتونه گیشه بشن همه سوخت لباسو مثل یگون چیز دیگه نمون. آدرسون کجای همینجا؟ اینجا دامادی دو میکرایم برای بینم. اولیتسا شام بگم. اگر خیمی که مقصد برادرایی که موجود یگان بیاید خبر کاتژنی پاسیولوگ برای بینات دوم شستنه. طرف دامادی دو. دامادی برادر عزیز مقصد بیام بینن نمیشه وضعیت. یک قبچه ارد یک کیلو روغن هیچ کس چیز نکرده همینجا میگیریم. برادرایی که در دامادی زندگی میکنین بیاین یک خبرش بگین ان شاءالله بهترین میشه. اگه در روزهای پستی باید دمی دربار برادرها باشن در روزهای پسش نباشن در روزهای خرسندیشون چی دیگه بریم بشینیم کیف صفا کنیم دم بگیریم بگیم او برادری ما برای اون برادرای عزیز بین برادر باشیم دوست باشیم هموطن باشیم هموطن خوب باشیم دستگیر یکدیگر باشیم. مادر یگان سخن دیگه گفتنی داری؟ هم بچهای مهاجر التماس میکنیم که اگر یگان دستگیری کنن هزار رحمت
خدا برکتشون بتید، خداوند در کسب و کارشون برکت، در عمر درازشون بتید. خیر دستگیری کنن. هزار رحمت. مادر کارتای کی را میمونند؟ نمره تلفن کیه؟ کی جواب میده در میچه؟ کارتای ما های زبیربانک خودت؟ از زبیربانک خدمت اخیرش 20 010 مادر دیگه 20 میدونه حتی نمره کارتش هم میدونه. ملادیس قندو تفزا ملادیس. انا نگاه کنم برداره. 10 نه برا میمونیم شو جا خودشون میبینم. 920 10 از زبیربانک 0909 هایش. زبیربانک. از ما برا میمونیم شو برا مخمون مینایسونش همش خودشون. دوشنبه سیتی. یعنی که برادر عزیز کارتای خودشون نمره تلفن خودشون زنگ بزنین بیاین خبرش بگیرین. بعداً برادر عزیز در آخر یک چیز دیگه را گفتم با خاطر بگیریم براسونتون که یعنی که برادرمون سلامتیش اوخه خوب نیست برادر عزیز. این برادرمون نظرین چشمش سسته. خیلی مهنت که زده عذاب کشیده. همه مهنت میکنه. هممون در دنیا برای چیم؟ برای فرزند و برای مادر خوشحال کردن. برای همین قدر کاریم. کسی از دستش میویه، کسی از دستش نمیویه. حیات این خودش همی به دسته برادر عزیز. برای از دست ما همین قدر میویه که ما میتونیم که پیشنهاد کنیم. نصیب گرفته نمیشه. نصیب یک چیزی به دست که میدیده. همین سلامتیت خوب باشه مادر، ان شاء الله همش خوب میشه. ان شاء الله با خدا. سلامت باشین برادر عزیز. خداوند در عمر جونتون برکت دستگیری کنن. هزار رحمت. ان شاء الله. Дом горит. Пожарная.